امروز میخوایم یه استوری تر و تمیز به همراه یه پست 2 اسلایدی اینستاگرام درست کنیم. سلام، من علیم از هایپر اکانت و امروز میخوایم راجع به آموزش طراحی با کنوا صحبت بکنیم که نسخه پرمیومش رو میتونید از وبسایتمون تهیه بکنید. آخر ویدیو بیشتر راجع بهش صحبت میکنم. بریم سراغ محیط خود کنوا. این اپلیکیشن کنوا با وبسایتش و اپلیکیشن موبایلش فرقی نداره. یعنی شما از هر نظر میتونید همه چیز شبیه به همه و هر چیزی که روی وب انجام میشه رو اپ موبایل هم انجام میشه و روی اپ دسکتاپ هم انجام میشه. این محیط نرم افزار کنوا یه بخش هوم داره که اینجا میتونید یه روی قالب ها سرچ کنید، رو دیزاین های قبلیتون و با کنوا ای آی صحبت بکنید. یک سری خب آیتم های از پیش آماده داره واسه سرچ کردن، انتخاب کردن. مثلا اگه شما پرزنتیشن بزنید یه آدم قادر به پرزنتیشن بهتون نشون میده. حالا بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. راجع به تب پروجکتس، توی تب پروجکت شما میتونید محتواتون رو دسته‌بندی کنید. یعنی اگه یه پروژه‌ای دارید، مثلا هایپر اکانت، میتونید یک فولدری درست بکنید با نام هایپر اکانت و هر طرحی که از این به بعد درست میکنید رو داخل این فولدر بذارید که فایل هاتون مرتب باشه و منظم. بخش تمپلیت شما به یک عالمه، یعنی اصلا نمیدونم واقعیت عددش رو نمیدونم، ولی خیلی زیاده و راجع به همه چیز هست. قالب آماده دسترسی دارید به طرز عجیبی، خیلی زیاده. مثلا اگه همین سوشال مدیا رو انتخاب بکنید یهو میبینید که یه عالمه طرح پست هست، استوری هست، یه عالمه ریلز وجود داره توی کنوا، انیمیشن های مختلف داره که میتونید ازشون استفاده کنید. تب برند که شما میتونید برند شخصی خودتون رو، المانهای گرافیکیش رو اینجا اضافه بکنید. به طور مثال ما برای مثلا هایپر اکانت لوگوهاش رو با رنگ‌های مختلف اینجا اضافه کردیم. کد رنگی پلتفرم هایپر اکانت رو مثلا اینجا اضافه کردیم. فونت توی وقتی شما کنوا پرو بخرید به این تب برند دسترسی پیدا میکنید و در نهایت میتونید فونت خودتون رو، فونتی که دوست دارید رو آپلود بکنید و میتونید شخصی سازی بکنید که مثلا تیترتون ایران سنس ایکس باشه، تایپش تایتل، سایزش 144 باشه و بولد باشه. میتونید بادیتون رو مثلا خیلی کوچیک‌تر در نظر بگیرید. تایپ بادی فونت ایران سنس ایکس باشه، سایز 28 و بولد نباشه و میتونید اینا رو شخصی سازی بکنید. توی بخش برند وایس میتونید یک توضیحی از نحوه نوشتار و نحوه وایس برندتون توضیح بدید که اگر از کنوا ای آی خواستید استفاده بکنید بهتر و دقیق‌تر بتونه کمکتون بکنه. میتونید بخش گرافیک، فوتوز، آیکون، چارت و رنگ های دیگه رو اضافه بکنید اینجا باشه. توی طراحی دیزاینتون ازشون استفاده میکنید. راجع به بخش کنوا ای آی و بخش اپس توی یه ویدیوی دیگه صحبت میکنم. بریم توی ساخت اولین استوری اینستاگراممون. نمیخوام از اول درست کنم، میخوام برای استوری از یک قالب آماده استفاده بکنم. خب میام اول سرچ میکنم اینستاگرام استوری پروموشن. من اینو سرچش میکنم. خب یک عالمه، همونطور که میبینید قالب آماده وجود داره که فقط کافیه من برم و شخصی سازیش بکنم. مثلا میتونم کلمه گرافیک رو بهش اضافه بکنم و همونطور که میبینید آیتم هایی که مربوط به مثلا کلمه گرافیک باشه بهش اضافه میشه. میتونم مثلا اگه اینجا بنویسم کار، آیتم هایی که مربوط به ماشین استوری اینستاگرامی که توش پروموشن یک ماشینی هستش رو میبینید و میتونید انتخاب بکنید. خب ما بریم راجع به موزیک یه سرچی بزنیم و من میخوام یه استوری همین اول کار مثلا میتونه
اصلا این آیتم مناسب باشه. احتمالا اگر شما از نسخه کنوا فری استفاده بکنید و پرو نکرده باشید، طرح‌هایی که این تاج برای شما زرد رنگ رو مثلا نشون میده اینا پولی هست. شما نمیتونید از اینا خروجی بگیرید، میتونید بازش کنید، استفاده کنید، شخصی سازی کنید، ولی برای خروجی گرفتن نیازه که حتما کنوا پرو داشته باشید. همونطور که میبینید چون من کنوا پروه، اینجا می نویسه این تمپلیت پرمیوم فقط با پلن کنوا پرو قابل دسترسه. اگر که مثلا خواستید میتونید از وبسایت ما کنوا پرو رو سفارش بدید و خیلی راحت، خیلی قشنگ ازش استفاده بکنید و طرح‌های خیلی خفنی رو درست بکنید. من این طرح رو میخوام شخصی سازی کنم برای خودمون. روش که کلیک میکنم کاستماایز لیست تمپلیت رو میزنم و وای میستم تا باز بشه. خب متن استوری رو من برای کنوا آماده کرده بودم. میتونیم الان میخوام برای یه موزیکی یا حتی همین کنوا میتونه انتخاب بشه. بریم ببینیم چی میشه. ببینید که یک عالم المان هست که این المان ها اینجا قرار گرفته و من فقط کافیه روش کلیک کنم تا بتونم یه سری تغییرات ایجاد بدم یا بگیرم اون المانه رو با موسم جابجا کنم. یعنی قشنگ فهم میتونم بگیرم و بکشمش به جابجا بشه. مثلا من این ساب تایتل رو نمیخوام، فقط این تایتل رو میخوام یه ذره روی پایین‌تر و اینجا میخوام بنویسم کنوا پرو. خب این خانومه فکر میکنم خیلی ربطی به طرح ما نداشته باشه. سمت چپ یک سری بخش میبینید دیزاین رو یه ذره جلوتر توضیح میدم. توی بخش elements شما میتونید برای یک سری شیپ که همونطور که میبینید شکل های این شکلی هستن سرچ بکنید. فایل های گرافیکی، آیتم های گرافیکی این شکلی رو سرچ کنید، پیدا بکنید. میتونید دنبال استیکر بگردید، استیکر هایی که یه انیمیشن ریزنب داره و قابل استفاده است. فوتو، تصاویر رئال اینجا وجود داره و خیلی راحت میتونید سرچ کنید، پیدا کنید و توی تصویرتون استفاده کنید. فریمز رو توی وقتی داریم پست اینستاگرام درست میکنیم توضیح میدم. گریدز شبیه فریمز. یک عالمه ویدیو اینجا وجود داره، یعنی شما میتونید سرچ بکنید راجع به یه موضوعی و تو بخش ویدیوهای اون رو بردارید و استفاده بکنید. آدیو اگر که داشتید با کنوا ویدیو یا ریلز اینستاگرام، یوتیوب هر چی درست میکردید میتونید از آدیوهای اینجا استفاده بکنید. راجع به بقیه موارد توی یه سری ویدیوی دیگه براتون توضیح میدم. من جای این خانم میخوام یه دونه قلم استفاده بکنم. خب حالا این خانم خیلی واسمون اینجا مناسب نیست، میخوام جابجاش بکنم. میام توی این elements توی این بالا سرچ میکنم براش و براش ها رو نگاه میکنم ببینم که چیا داره میاره. آیا آیتم مناسبی میبینم که نه خیلی جالب نیست. پینت براش رو سرچ میکنم، بریم مثلا تو فوتوز ببینیم چی داره واسمون. مثلا شاید بد نباشه از این تصویر استفاده بکنم. من میگیرم میکشم، ببینید قشنگ همینجوری گرفتم و کشیدمش جای این خانومه و جای این دختره خودش قرار گرفت به همین راحتی. اگر که بخوام یک آیتمی رو مثلا جای اون نذارم فقط به صفحه اضافه کنم، کافیه که روی عکس کلیک کنم خودش میاره و در رو بالاترین لایه طرحمون استفاده میکنم. من اینو میارم پایین، میخوام این پایین باشه. همونطور که میبینید وقتی جابجا میکنم خود آیتمی که سلکته در حال جابجایی اسنپ میشه به گرید های مختلفی که وجود داره. یعنی به طور مثال الان این آیتم چسبیده به کف و قشنگ وسط قرار داره. اینو میذارمش اینجا. میخوام یه ذره بزرگترش کنم، اینجا میگیرم. برای اینکه هر دو طرف یکسان بزرگ شه روی مک دکمه شیفت روی دکمه آپشن رو نگه میدارم و خب قشنگ بزرگ شد و اینو یه ذره بیاریم بالاتر. تمام.
خب این دختره رو از اینجا حذفش میکنم. یه عکس دیگه باید واسش بگردم پیدا بکنم که واقعا نمیدونم چی جاش بذارم. بیاد همین اینو ببینیم. گرافیک خود کلمه کنوا رو سرچ کنیم. ببینید که اصلا یه همچین آیتم اینجا وجود داره. من اینو میتونم بگیرم بندازم اینجا و پشت این رو هرش بدم. الان این یه دونه چیز هم داره، چی میگم بهش، انیمیشن تور هم داره. ببینیمش پایین تر نهرش بدیم که اینجا باشه. این دوتا هم ببریم بالاتر. و من میخوام یه متن اینجا اضافه کنم که یه کد تخفیف باشه. کد تخفیف مثلا کنوا رو میتونید از توی پیج هایپر اکانت. خب من میخوام حالا اینجا یه کد تخفیف کنوا پرو استفاده کنم که وارد پیج هایپر اکانت میشم. توی صفحه تخفیف ها میام جلو تخفیف چت جی پی تی، اسپاتیفای، اپل میوزیک، کرسر و کنوا پرو رو داریم که می‌نویسیم سوشال داش کنوا. این رو میخوام اضافه کنم، یه کنترل دی میزنم، داپلیکیت میشه سوشال داش کنوا. الان میخوام این متن رو یه ذره سایزش رو کمتر کنم. میام اینجا میخوام بذارمش روی 72، میارمش پایین تر. فکر کنم اینم خیلی سایزش بزرگ باشه، یه ذره کوچیک‌ترش بکنیم، پشتش رو پاک کنیم و این اینجا قرار بگیره. حتی اینم میتونیم پاک کنیم. الان من میخوام یه تکست اضافه بکنم. میام سمت چپ گزینه تکست، از اونجایی که قبلا واسه برند هایپر اکانت اومدم هدینگ رو تعریف کردم چه شکلی باشه، وقتی که بزنم دقیقاً با همون سایز و فرمتی که خودم میخوام برام هدینگ رو میاره. کیبوردم فارسی میکنم و مینویسم خرید با کد تخفیف زی. خب خودش رو انتخاب میکنم. الان میبینید که چون رنگش سیاهه و با بک‌گراند نمیخونه، میتونم با زدن گزینه تکست کالر رنگش رو عوض بکنم و میتونم توی اینجا تکست دیرکشن رو از راست به چپ گذاشتم. میتونم وسط چین، چپ چین، راست چینش بکنم، آندرلاین زیرش باشه، استرایک ترو توش باشه، روش یه خط میکشه. یا میتونم اوپاسیتیش رو کم و زیاد بکنم، یعنی چقدر شفاف و چقدر غیر شفاف باشه. حالا من میرم گزینه افکتس رو میزنم. اینجا من میخوام با پشت این خرید با کد تخفیف زیر یه دونه بک‌گراند اضافه کنم. آیتم های دیگه هم هست که میتونید خودتون تست بکنید، ولی خب من میخوام یه بک‌گراند اضافه بکنم و همین در همین حد. برای خروجی گرفتن این فایل از بالا سمت راست گزینه شیر رو میزنم، گزینه دانلود رو میزنم. چند تا آیتم دارم. اگه تصویرتون عکس باشه میتونید JPG و PNG خروجی بگیرید. اگر که میخواید PDF باشه و برای چاپ استفاده کنید، خب PDF استاندارد برای دیجیتال و ارسال و اینجور چیزات و تو دنیای دیجیتال یه ذره مناسب تره. PDF پرینت برای چاپ خیلی مناسب تره. SVG خیلی اینجا به کارمون نمیاد چون ما طرحی رو با پن درست نکردیم. MP4 ویدیو و گیف هم میتونید برای اینکه این انیمیشن کنوا اون وسط بمونه ازش استفاده بکنید. اگه با کنوا شما میتونید پرزنتیشن هم درست بکنید. به همین ترتیب میتونید خروجی پاورپوینت هم ازش بگیرید. MP4 رو من میزنم، گزینه دانلود رو میزنم، شروع میکنه آماده سازی برای دانلود و به محض اینکه این به انتها برسه دانلود ما کامل میشه. خب همزمان دیوای هستیم تا این دانلود شه. ببینیم یه طرح جدید رو میخوایم این دفعه از اول درست بکنیم. توی همین این هر جایی که باشیم اگه بخوایم میتونیم این به علاوه رو بزنیم و کاستم سایز بزنیم و یه سایزی خودمون بهش بدیم، یا میتونیم این دو ایکن کرییت رو بزنیم و به همون پیشنهاد میده. بعد میخوام پست اینستاگرام درست بکنم. میتونم برم تو سوشال مدیا، همین اولین گزینه اینستاگرام پست، سایزش هم 1080 دارم، 1080 در 1350 سایز مناسب اینستاگرام. میتونم بین اینستاگرام، فیسبوک، لینکدین هم جابجا بشم. مثلا اگه لینکدین بزنم خب آیتم هایی که اینجا هستش، تمپلیت هایی که وجود داره سایزش فرق میکنه. همین اینستاگرام پست رو میزنم
میخوایم الان یه پست اینستاگرام درست کنیم. من همین اول کار واسه این فایل یه اسم انتخاب میکنم، پست آموزشی اینستاگرام هایپر اکانت، تخفیف کم. این دفعه میخوام از صفر شروع کنم. این پست قرار 2 اسلایدی باشه. اسلاید اولش رو میخوام از صفر شروع کنم. توی مرحله اول من از قبل آماده کردم که چی بنویسیم. میخوام آقا کنوا پرو رو معرفی بکنم و اینکه اگه بخریش مثلا به سرفست واسط رو داشته باشیم. خب یه دونه بک‌گراند میخوام اضافه کنم. میام واسه توی بخش elements سرچ میکنم بک‌گراند. خب یک عالمه بک‌گراند اینجا شما میتونید ببینید، حتی عکس ریل بک‌گراند میتونید ببینید. چون میخوام رنگش بنفش باشه کلمه کلیدی پرپل رو میتونم بهش اضافه کنم. یه کار دیگه هم میتونم بکنم، میتونم فیلتر کنم. این گزینه فیلتری که اینجا بزنم میتونم رنگ انتخاب بکنم. مثلا من میخوام رنگ بنفش رو بزنم و الان هر بک‌گراندی که بنفش باشه رو به من نشون بده. مثلا من با این طرح خیلی حال کردم. این رو اینجا اضافه میکنم، بزرگش میکنم تا کد صفحه رو بگیرم. میتونم بیام تو بخش تکست، اد تکست باکس رو بزنم که خودش بره چی میگم بهش، یه دونه تکست اضافه بکنه، یا میتونم از این آیتم هایی که قبلا ساختم استفاده کنم، یا استایل هایی که از قبل آماده است از اونا استفاده بکنم. الان میخوام یه نکته دیگر بهتون یاد بدم که با زدن دکمه T روی کیبورد شما میتونید یه دونه پاراگراف تکست این وسط اضافه بکنید. میارمش بالا، یه ذره سایزش رو میبریم بالاتر، بزرگترش میکنیم، خیلی بزرگ شد. ولی به فارسی میخوام بنویسم کنوا پرو. میارم بالا، فونت بلک ایران سنتیکس رو میخوام استفاده بکنم. از افکت هاش میخوام یه دونه شادو هم به زیرش اضافه کنم. شادوش خیلی دوست ندارم، دورش کمه. و رنگش هم ترجیح میدم که آبی رنگ باشه. و میبینید که خیلی مثلا خیلی خوشگل و جذاب این اضافه شد. الان میخوام مثلا یه ساب هدینگ اینجا اضافه میکنم و آیتم اول مینویسم خرید اکانت کنوا پرو شامل مزایای زیر هستش. اینو خیلی مثلا اینجا میذارمش، خیلی هم باش نمیخوام خیلی استایل عجیب غریب خاصی بهش بدیم. توی همین افکت ها در حد یه دونه اوتلاینی داشته باشه که رنگ این اوتلاین رو مثلا بذاریم سبز، بدون آبی، هر رنگی که بهتر بهش بیاد. فکر کنم نارنجی، نه این رنگ فکر کنم مناسبش باشه. اضافه میکنیم. حتی میتونیم برعکس، یعنی مثلا رنگ داخل رو نارنجی کنیم و رنگ این اوتلاین بیرون رو اینوری. بدک نشد، داریم یاد میگیریم با هم دیگه. این رو اینجا میذارم و حالا میخوام یک لیست اضافه بکنم. میام اینجا اد تکست باکس رو میذارم و خیلی بزرگ آوردش، میارمش این پایین، یه ذره بزرگترش میکنم، سایزش رو کوچیک‌تر میکنم، خیلی کوچیک شد و می‌نویسم یک دسترسی به فایل های پرمیوم مثل قالب، عکس، ویدیو و صوت. چون میخوام همش توی یه خط باشه سایز 28 رو میزنم که همش توی یه خط باشه. 2 خروجی SVJ و خروجی با کیفیت بالاتر، گرفتن تصاویر و ویدیو. 3 دسترسی به هوش مصنوعی کم.
خب هوش مصنوعی کنوا که این توی صفحه هوم بهتون نشون دادم، اونور کنوا ای آی، این رو توی یه ویدیو دیگه بهتون توضیح میدم. من الان این میارم عشان وسط چینش میکنم. اگه خودم نخوام با این وسط چینش بکنم، کافیه که اینجا پوزیشن رو بزنم و الاین تو پیج رو انتخاب بکنم. سنتر یعنی میاره وسط قرار میده، میدل باز دوباره میاد وسط، از عمودی میاد وسط قرار میده و خب میبینید که رفت توی این. پس خودم دستی میارم پایین. حالا میخوام توی المان ها یه دونه تکست باکس گلاس افکت دار پیدا بکنم، ببینیم که مثلا چی برامون میاره و چیز مناسبی میاره. نه خیلی گلاس افکت اصلا سرچ بکنیم ببینیم چی میاره. بازم خیلی چیز جالبی الان نداره. همون تکست باکس خالی رو سرچ بکنیم ببینیم چیا داره. همچنان فیلتر بنفش انتخابه. من میخوام این دفعه از روی رنگ بنفش شاید مثلا زرد خوب باشه، هم تکست باکس زرد انتخاب کنم. توی گرافیک سی آل رو میزنم تا ببینم چیا برام داره. میگم که خب بریم اینو اضافه کنیم ببینیم چه شکلی میشه. خب اینو میارمش پایین، دوباره دکمه تی رو میزنم، کد تخفیف در اسلاید بعد، یا سایزش رو یه ذره کوچیک‌تر میکنم 80، میارمش پایین. خب سایزش باید باز کوچیک‌تر هم بشه 64 و اینو میذارم داخل این. خب الان مثلا اسلاید اولمون آماده شد. میخوام اسلاید دوم رو درست کنم. کپی همین این پایین اد پیج رو بزنم، یه اسلاید دیگه آماده شد. ولی نمیخوام دیگه زمان بذارم و این صفحه دوم رو باز خودم دیزاین بکنم. میام از سمت چپ بخش دیزاین که گفتم بعداً بهتون آموزش میدم رو انتخاب میکنم. اینجا باز دوباره میبینید تمپلیت وجود داره و من میتونم سرچ کنم دنبال تمپلیت ها رو. از اونجایی که دارم تخفیف میدم سرچ میکنم دیسکاونت، و کوپن دیسکاونت رو میزنم و همونطور که میبینید یک عالمه فایل و طرح و اینا اینجا هستش. میگردم دنبال چیزی که مثلا بتونه به چشم بیاد. مثلا اینو میبینم، اینو خوشم آمد. خب اینجا میبینید که این آقای که اینو درست کرده از لوگوی خودش استفاده کرده. من میخوام لوگوی هایپر اکانت رو بذارم. میام توی بخش برند و لوگوی هایپر اکانت رو انتخاب میکنم و میاد اینجا، میارمش بالاتر و جای ایشون میذارمش. اینجا هم می‌نویسم هایپر اکانت واسه اینکه توی یه خط بشه سایز چیز بزرگتر میکنم و تخفیف ویژه. خب همونطور که میبینید الان این اومد توی یه خط پایینتر ولی نقطه هاش افتاد تو هم دیگه. برای اینکه این شکلی نشه و همه چی درست حسابی بره جلو و مشکلات این چنینی پیش نیاد، ما میتونیم توی این ادوانس ستینگ، اولا که تکست تو دایرکشنش الان LTR از چپ به راسته، من اینو میذارم که راست به چپ بشه. ادوانس ستینگ رو که بزنم میبینید که لاین اسپیسینگش از 1 کمتره. من میام اینو میکنم همون 1 طبیعی میبینید که باز خب یه کوچولو نزدیکه. میتونم در حد 1 عدد خیلی کمی اینو ببرم بالاتر تا اینا از هم یه ذره فاصله بگیره. کد تخفیفمون فکر میکنم 30,000 تومان بود. خب اینجا اینو مینویسم، سایزش یه ذره بزرگه، میکنمش 64 و کد رو اینجا مینویسم سوشال کنوا
و اینها رو هم شخصی سازی میکنم. hyperact.com. این المان ها نمیخوام، این المان ها هم نمیخواستم باشه. و تمام. الان ما 2 تا اسلاید داریم برای یه پست. برای خروجی گرفتن از شی رو میزنم، دانلود رو میزنم. تفاوت اینجا کجاست؟ قبلی چون انیمیشن داشت تبدیل به ویدیو میشو، این چون انیمیشن نداره به صورت پیش‌فرض میره روی عکس PNG. خب من PNG رو دوست دارم میذارم همین PNG بمونه. اگه بخوام کیفیتش رو ببرم بالاتر میتونم خیلی راحت اینجا سایزش رو بزرگتر کنم تا کیفیتش بره بالاتر. حالا کدوم 2 صفحه رو میخوام خروجی بگیرم؟ صفحه 1 2 با هم. میام 1 و 2 رو انتخاب میکنم به صورت پیش‌فرض، خودش انتخاب کرده، دانو میزنم و دانلود رو میزنم. تمام. این آموزش طراحی خیلی ساده با کنوا بود. خودم که خیلی لذت بردم از این که اینو بیان کردم، ویدیوش رو درست کردم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ما خیلی مثلا چیز نمی‌کنیم، ویدیومون ادیت خاصی نمی‌کنیم، ترجیح میدیم که محتوایی با کیفیت و آموزنده تری رو برای شما تولید بکنیم. پیشنهادی، انتقادی، هر چی داشتید لطفا برامون کامنت کنید. ممنون میشیم که پیجمون رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، لایکمون کنید تا یه حمایتی هم از ما بشه. و دم شما گرم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و ویدیو بعدیمون رو از دست ندید.